سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. امروز اومدیم به یه ولاگ خیلی جدید و خفن دیگه. قرار امروز تا اون سری که میبینید بهتون نشون میدم پیاده روی بکنیم، یه تور پیاده روی بسیار زیبا و باحال. امروز هم روزیه که مسافرها خیلی اومدن، روز تعطیلی هم هست. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. میخوام جای خیلی خفن‌تری رو بهتون نشون بدم تو این ویدیو، که توضیحاتی هم میخوام بدم. حتما ویدیو رو لایک بکنید، اگه دوست داشتید سابسکرایب بکنید، من به حمایت شما نیاز دارم، و زنگوله رو روی آل بذارید. پس بدون معطلی بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. بچه ها، این جایی که شما دارید میبینید آدرس کاملش رو داخل دیسکریپشن کامل براتون میذارم، که هر موقع اگه دوست داشتید بیاید به اینجا سر بزنید. اینجا دو سه تا کافه خوبم داره، میتونید ازش استفاده بکنید. یه جورایی این موچکن شما رو تا قلب دریا میبره، یعنی شما رو قشنگ تا وسط دریا میبره، یعنی شما راحت میتونید کشتی‌ها رو از بغل ببینید. اگه تا آخر ویدیو با من همراه باشید حتما کشتی‌ها رو از نزدیک میبینید، چون خیلی جای قشنگ و هیجان انگیزیه. پس منتظر باشید تا آخر ویدیو منو دنبال کنید. بچه ها، حتما اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید همین الان، سابسکرایب هم بزنید. اونایی هم که عضو جدید اومدن حتما دکمه سابسکرایب رو بزنن، از من حمایت کنید. خیلی جای قشنگتری قراره بریم. بچه ها، راستیتش ویدیو ماسوله هنوز آماده نیست، چون خیلی ویدیوش زیاد شده، ولی مطمئن باشید در اسرع وقت ویدیو ماسوله رو حتما براتون میذارم. مطمئن باشید. خیلی هم اونجا جای خفن و باحالی بود، خیلی شلوغ بود. حالا خیلی ها رفتم، من خودم خب چند بار رفتم، ولی خب باز آدم هر سری میره تجربه های جدیدتر یاد میگیره. پس اگه دوست داشتید حتما توی کامنت ها برای من بنویسید که زود بذارم، انرژی بگیرم ازتون. حتما این ویدیو رو هم لایک بکنید. دوستتون دارم. بچه‌ها، توضیح راجع به این بلوار روبرو بهتون بدم. بلواری که خیلی هاتون میشناسید. زمان شاه وقتی اینو طراحی کردن، از مقیاس بالا بخوایم بهش نگاه بکنیم، حالت یه اسلحه است که نوکش به طرف شوروی، همون روسیه بود. اینم یه نکته خیلی جالبیه که خواستم بهتون بگم، در اطلاع بذارمتون. من خودم نمیدونستم. الان از یکی از قدیمی‌ها اینجا پرسیدم، گفتم حالا یه چیزی شنیدم راجع به این بلوار. گفتش که نه، عکس شیر نبوده، از بالا اگه نگاه کنید عکس یه دونه تفنگ بوده که لوله‌اش، یعنی سرگلوله‌اش به طرف شوروی یعنی روسیه است. اینم خیلی جالب بود، گفتم بهتون توضیح بدم بگم. بچه‌ها، لب ساحل رو نگاه کنید. یه چند روز پیش ویدیویی از لب ساحل براتون گرفته بودم، خب خلوت‌تر بود. الان نگاه کنید ببینید چقدر شلوغ شده. یعنی واقعا این فصل بهترین فصل واسه مسافرت رفتنه. شما حتما میتونید بیاید. این ویدیو ساحل هم که گذاشتم براتون این بالا، اونم میتونید حتما ببینید. بچه‌ها، یه چیزی راجع به پوشش هم بهتون بگم. هر جوری که دوست دارید میتونید بیاید اینجا، یعنی هر جوری که دوست دارید میتونید لباس بپوشید بیاید اینجا. اینجا نه مأموری هست که بخواد بهتون گیر بده، نه کسی هست که بخواد بهتون بگه چرا اینو پوشیدی یا نپوشیدی. راحت هر لباسی که دوست داشته باشید، چه پوشیده چه آزاد، راحت میتونید اینجا بیاید و لباس بپوشید. هر کاری دوست دارید هم میتونید بکنید. اصلا زیاد سخت نگیرید وقتی اومدید اینجا. بچه‌ها، خب متاسفانه اینجا یه سری امکاناتو که هر پارکی یا هر جایی که یه مسافت طولانی داره، مثال میگم مثل توچال، اینجا اون امکانات نداره. مثلا اینجا چون خیلی راهش زیاده، شما بخواید به تا تهش برسید باید حتما خب یه ماشین یه چیزی بشین که خسته نشید. شاید خیلی ها دوست دارن برن تا ته جا رو ببینن، کشتی‌ها رو ببینن، ولی خب نمیتونن زیاد راه برن، مجبورن که پیاده روی کنن. یکی از امکانات بعدش اینه که ماشین نداره که شما رو تا آخر ببره. یکی دیگه از امکاناتش اینه که پیست دوچرخه هم نداره که شما بتونید کرایه بکنید. فقط میگم تنها چیزی که داره اینه که مثلا 2 تا کافی شاپ، رستوران،
همانند وسطش داره، یعنی شما فقط تنها امکاناتی که داره همونه. بعد اجازه هم نمیدم با ماشین خودتون یا با چیز بیاید، با موتور بیاید. چرا؟ اگه خودتون دوچرخه داشته باشید میتونید بیاید. خب اکثر مسافرایی هم که میان اینجا خب دوچرخه ندارن، نمیتونن با خودشون دوچرخه بیارن. یعنی دو تا از امکانات بعدش فقط همینه. بچه ها اگه شنا بلدید واقعا میتونید توی دریا شنا کنید. اینجا هم لب صخره ها میتونید بیاید اینجا شنا بکنید. فقط اینو بهتون بگم غریق نجاتی نداره اینجا، یعنی عمقش چون یه خورده زیادتره غریق نجاتی نداره متاسفانه. اتفاقی پیش نیاد. اگه کسی هم بلد نیست حتما اگه به این شهر اومدید خواستید شنا بکنید توی این محوطه حتما حواستون باشه چون عمقش بسیار زیاده و خدای نکرده اتفاقی نیفته. غریق نجات هم نداره، پس حواستون باشه. اگه هم خواستید شنا بکنید در به ساحل میتونید شنا بکنید چون عمقش کمتره، غریق نجات هم هست، مشکلی هم پیش نمیاد.
بچه ها نمیدونم میبینید یا نه ولی خیلی راه مونده، خیلی تمام مونده. حالا بعد که برسیم تهش بهتون نشون میدم فاصلش تا ساحل چقدر زیاده. البته از مدت ویدیو هم متوجه میشید شما، ولی بهتون نشون میدم. عشان دیگه الان اومدیم جایی که کشتی ها دارن میرن و میان. اینجا هم که گمرک بندر انزلیه. فکر کنم بچه ها دیگه چیزی نمونده، دیگه 10 دقیقه دیگه میرسیم. اگه هم اینجا صدای باد میاد من ازتون معذرت میخوام، چون خود باد زیاده امروز. میگم اکثر مردم همون اولش فقط وای میستن، این همه راهو نمیان. حالا من اون جلو 3 تا خانومو دارم میبینم که دارن میرن، حالا شاید اونا دارن ورزش میکنن. خیلی مسافت زیادیه. میگم بیشتر دارم میرم اونور، میخوام بهتون نشون بدم و برای خودم یه تجربه جدید میشه. دوست دارم ببینم اون ته چه خبره آخه. ببینم اون کشتی ها رو میخوام ببینم اون کشتی ها دارن چیکار میکنن. واسه همون دارم میرم اونجا. بچه این کافه ها هم که میبینید خالیه، کسی توش نیست، فقط زدم ولی کسی خب میگم چون زیاد نمیان، اونا اصولا فصل تابستون میان، کسی اینجا رو نمیگیره. تک و توک هستن دیگه، بعضی ها میگیرن بعضی ها نمیگیرن، ولی زیاد اونجوری مشتری نداره چون فقط فصل تابستونه دیگه. مثلا این یکی کافه حالا پر بود. ما از این پله ها بریم بالا، یه خورده نزدیکتر هم شدیم، نمای دریا رو بهتون نشون بدم. خیلی فاصله گرفتیم واقعا، خیلی زیاد شده دیگه. بریم بالا ببینیم چه خبره. بچه کشتی ها رو میبینید؟ اینه کشتی هم حالا تا اون سر پره. حالا برم جلوتر، خیلی راه مونده میبینید. حالا میرم جلوتر بهتون نشون میدم. حالا فعلا فاصله اینجا تا دریا میرم. ساحل رو میبینید؟ ناکنید اون خط سفید ساحل. البته خورشید اینجا زیاد معلوم نمیشه. خیلی راه اومدیم. خب بریم ببینیم دیگه جلوتر چه خبره. میبرم که بچه‌ها قایق سواری میکنن دیگه. از ورودی بلوار اونجا اگه دقت کرده باشید اون نقطه بلواره، از ورودی اونجا کرایه میکنن، این محوطه بزرگ مردم میچرخونن. میبینید؟ به نظرم این ورم چیز بذارن خوب میشه، قایق بذارن خوب میشه، مردم بتونن از این ورم بشینن، باحال میشه. حالا نها کنید مردم رو این ور اگه نور خورشید بذاره خوب میشه. مردم حالا باز اون طرف هستن. حالا ما بریم جلوتر ببینیم چه خبره. بچه ها یه جای خوبم پیدا کردم واسه ماهیگیری. اونایی که دوست داشته بودن توی کامنت ها برای من نوشته بودن واسه ماهیگیری که براتون ویدیو بذارم، اونم هستش. اون حالا یه جا خفن پیدا کردیم، منتظرم فصلش برسه، یه چند روز دیگه است بریم یه ویدیو خوبم از اونجا بگیریم. واقعا ماهیگیری هم حال میده، من دوست دارم. خودم زیاد ماهی نگرفتم ولی دوست دارم. خب بریم پایین. فکر کنم برای ساختن اینجا خیلی زمان بود. فکر کنم 6-7 سال شد، من نمیدونم، من که نبودم، ولی فکر کنم 6-7 سال بود طول کشید تا اینجا رو بخوام بسازم، فضا به این بزرگی رو. موقعی که این موج شکن رو ساختن
خب همه چی اولش خوب بود، قشنگ بود، همه چی عالی بود، گفتن ای والله آدمتون گرم یه چیز خوب ساختید. ولی خب یه اشتباهی که کردن وقتی اینو بود درست کردن، چون میبینید خیلی مسافت زیادیه، جریان آب و یعنی جریان این دریا رو خب به بلوار بستن. الان آب بلوار، این دریای بلوار کلا کاملا داره خشک میشه. یعنی اصلا موقعی که اومدن اینو بزنن به این فکر نکردن که یه زمانی اون آب دریا خشک میشه. مثلا این وسط آب هست خب، ولی این آب قدرت اینو نداره که تا اون ته بره بتونه بلوار رو پر آب بکنه. الان هی بلوار هی آبش داره کمتر میشه. من واقعا موندم دیگه اینا چی کار میخوام بکنن، چه بلایی سر این شهر میخوام بیارن. یعنی همه قشنگی این شهر خدا وکیلی، چون بلوارم از زمان قبل شاه هم بوده که هست، یه چیز واقعا تاریخیه. یعنی واقعا حیف بود، یعنی واقعا آبش داره خوش میشه، خیلی بد شده واقعا. اگه ویدیوها رو دقت کرده باشید یه زمانی گذاشته بودن یارو رفته بود وسط دریا، درست روبروی بلوار وایساده بود اونجا، تا زیر زانوش بود آب. حالا باز الان خودشون دقیقاً یه کاری کردن که مثلا آب رسانی کنن به اونجا. حالا نمیدونم جواب بده یا نه، ولی حیفه دیگه. بچه ها اینجا هم که آخرشه، فقط یه دقیقه ببینیم بالا این اسمش چیه؟ فانوس چیه؟ همچین چیزی روشن. بریم فقط یه دقیقه این بالا ببینیم چه خبره دیگه. آخرش رسیدیم. اینجا هم یه شعار مسخره نوشتن. حالا هر کسی فهمید توی کامنت ها برای من بنویس. خب به جای قشنگ رسیدیم بچه ها. ارتفاعشو نگاه کنید بچه ها، خیلی زیاده. ببینید ارتفاعشو، اونم که قایبه. بریم اون بالا ببینیم اون بالا چه خواهی. این که سنگ میدونیم. کیدم ممنون دوربین مدار بسته. بچه ها خدا کنید کشتی ها رو نام کنید اونجا. حالا بچه اینا هم اکثرا میان واسه ماهیگیری ها. البته عمقش خیلی زیاده اینجا. بچه فاصله تا لب ساحل رو ببینید چقدر زیاده. قشنگ نیم ساعت راه اومده. چقدر زیاد. بچه ها میگم کاش که مثلا اولش این کیلومتر رو میزدن که مثلا چند کیلومتره چقدره. خیلی راه اومدیم، هلوش نیم ساعتی میشه راه اومدیم، ولی خب باز حال داد چسبید. حالا برگشتنی هم الان میخوام برم لب ساحل، یه چند تا ولاگ اونجا براتون میگیرم بهتون نشون میدم حتما. بریم ببینیم چه جوریه دیگه. حال میده ولی فضای خیلی خیلی بزرگ و باحالیه. ولی خب به نظر من آدم باز حالا از این ماشینا هستش چهارچرخا اگه بذارن مردم بیان تا خیلی جای باحال‌تری میشه به نظر من. بچه‌ها الان خورشید دیگه کم کم داره طلوع میکنه. گفتم می‌خواستم بهتون الان فاصله اینجایی که هستیم تا لب دریا رو بهتون نشون بدم، شاید دوست داشته باشید. ببینید اینجا رو، خیلی فاصله زیاده می‌بینید.
بچه‌ها خیلی ممنونم که ویدیو من رو تماشا کردید. امیدوارم که دوست داشته باشید. هر نظری که دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید. ویدیو رو حتما لایک بکنید، به من خیلی کمک میکنه. حتما سابسکرایب هم بکنید. ممنونم از زحماتتون. امیدوارم که یه روز خیلی خوبی کنار هم دیگه داشته باشیم. تا ویدیو بعدی مراقب دلای زیباتون باشید.